واژه یلدا به معنی زایش و تولده. شب یلدا رو شب میلاد خدای خورشید، عدالت و پیمان میدونن که این واژه اشاره به ایزد باستانی ایران داره. همچنین در آیین مهرپرستی، آیین آریایی ها، میترا در بین پیروانش نماد خورشید داره. با توجه به اسناد موجود در کتیبه‌های هخامنشی و آثار بجا مونده در پاسارگاد نشون میده که کوروش پرستنده میترا بوده و همینطور در دوران داریوش هخامنشی میترا خدای ایران باستان بوده که به اون آیین مهرپرستی گفته میشه. اگر دقت کنید در همین حین که ما برای جشن یلدا آماده میشیم، مسیحی ها هم برای جشن کریسمس آماده میشن. به نظرتون نزدیکی جشن ها اتفاقیه؟ میخوام شباهت هایی راجع به جشن یلدا و کریسمس بگم که نشون میده که میترا و آیین مهرپرستی هیچ تفاوتی با مسیح و مسیحیت نداره. بعد از شنیدن این حقایق، کسایی که کاج نوئل گذاشتن و جشن گرفتن کریسمس یه سری افراد رو مسخره میکنن، باید این کارشون رو تموم کنن. خب، اول بگم که چرا ما شب یلدا رو با خوردن آجیل و تنقلات سپری میکنیم. الان بهت میگم چرا. میترا با به پایان رسوندن وظیفه‌اش در آخرین شب پاییز با یارانش برای شام نان و شراب خوردن که بهش شام عهد و پیمان میگن. بعد از شام عهد و پیمان، میترا سوار بر عرابه‌ای 4 اسبه میشه که نماد 4 عنصر آب، باد، خاک و آتشه به سمت خورشید عروج میکنه و به یارانش وعده بازگشت میده. بله، همانطور که یاران مسیح در انتظار مسیح هستن، یاران میترا هم منتظر میترا هستن. درست مثل شام آخر مسیح با یارانش. در نوشته‌های هخامنشی راجع به این موضوع نوشته شده: او زاده می شود و او دوباره به جهان باز خواهد گشت. در ادامه وقتی نمادهای میترا رو بگم، با شباهت‌های بیشتری بین مسیحیت و مهرپرستی آشنا میشید. نمادهای مهرپرستی: 1. مراسم شام عهد و پیمان. 2. خوردن نان و شراب. 3. صلیب. 4. ناقوس. 5. درخت کاج. 6. مراسم راه مهربان. 7. 12 مقام میترایی و 12 فلک یاور میترا. 8. اهمیت مقام پدر. پدر یکی از شخصیت‌های مهم در آیین مهره که هدیه‌های آسمانی رو به پیروانش میده و لباس سرخ از مشخصات اونه، مثل پاپا نوئل در کریسمس. مقام 7 در آیین مهر مقام پدر و پدرانه که در آیین مسیحیت هم دیده میشه و به کشیش‌ها پدران مقدس و به پاپ پدر پدران گفته میشه. وجود حوضچه آب مقدس در درب ورودی کلیساها هم از اشتراکات بین مسیحیت و مهرپرستیه. روز یکشنبه روز ویژه مهرپرستانه و در مسیحیت هم همینطوره و یکشنبه ها به کلیساها میرن. روز یکشنبه در ایران باستان مهرشید نام داشت و تو زبان انگلیسی هم همینطوره و ساندی، سان به معنی خورشید یا همون مهره. در زمان تولد مسیح، سموق یا دانشمند ایرانی که با دنبال کردن ستاره شرق به پیشواز مسیح رفتن، به زبان آرامی صحبت می‌کردند و مسیح هم به زبان آرامی صحبت می‌کرد و از این 3 دانشمند یاد گرفته بود. با این همه شباهت، ایرانی‌هایی که کریسمس رو جشن می‌گیرن، غرب پرست یا غرب زده نیستن، بلکه تاریخ کشورمون رو میشناسن و در تلاشن که آیین حقیقی گذشتگان آریاییمون رو زنده نگه دارن. چون میترا همون مسیحه و مسیح همون میتراست. پس شب یلدا زایش مهر و خورشید و کریسمس بر تمام ایرانیان خجسته باد.
آره قصه ما همینه، یلدا شده با